روز پنجشنبه با تشبث شریکان رشد جهت عملی سازی دستور پیشوای ملت عاید گذاشتن به حکومت الکترونی اتاق مرکز اطلاعاتی در بنای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان افتتاح گردید. در مراسم افتتاح آن قید شد که این چهارمین مرکز می باشد که با تشبث اگنتی آقاخان عاید به مکان زیست در جمهوری تاجیکستان افتتاح شده است. گفته شد همچنین مرکز اطلاعاتی در کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراژدانی اگنتی آب و هواسنجی نزد کمیته حفظ محیط زیست سر دوره دیالوگ تاجیک و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان افتتاح شده است که توسط این مرکز معلومات رسمی درباره وضع باد و هوا، تغییریابی اقلیم و دیگر معلومات‌های ضروری پنگ کرده می‌شوند. اشتراک نموده بابت بهترسازی اینفراساختور مرکز تبادل اندیشه نمودند. متخصصان خدمات آقاخان عاید به مکان زیست از تمام موضع‌های شهر خاروق دیده نموده طبق آموزش لایحه نوبتی را برد و نقلیاتی طلبات امروزه را قانع گردانده نمی‌توانند. رئیس ولایت یادگار فیضوف در این باره قید نمود که امروز همگی دو کوپروک دو قسم شهر را با هم پیوست نموده برای حل این مشکلات حداقل ساختمان 5 کوپروک دیگر به راه ماندن لازم است. در جریان واخوری همچنین بابت بهبود بخشیدن صفت راه نقلیاتی موافق طلبات روز برداشتن پرتوها از جانب کارمندان خواجگی منزلی و کمونالی از حدود شهر و به همین وسیله جلب سیاحان فکر و اندیشه ها بیان شدند. رئیس ولایت یادگار فیضوف ذکر نمود که تحت سیاست حکومت مملکت و دستگیری شریکان رشد و نظارت رئیس شهر خاروق مرکز ولایت طبق نقشه ها و لایحه های پیشنهاد شده می تواند به یک مکان دلفریب و شهر زیباترین کوهستان آسیای مرکزی گردد. برای همکاری دو جانبه به نمایندگان اظهار سپاس نموده متخصصان نیز در نوبت خود منتداری را برای استقبال صمیمی رئیس ولایت بیان داشتند. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف در جلسه کمیته راهبری کننده برنامه استواری شهر خاروق عملی شبیه برنامه مذکور را برای منطقه‌های کوچک کوهستانی مهم معنی داد نمود. با گفته راهبر ولایت این برنامه با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، وزارتخانه‌ها، کمیته‌های رشد محل و معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، سازشنامه‌های همکاری با کاتبات دولت شویتزاریا، عاید به مسائل اقتصادی، آژانسی شبکه‌های رشد آقاخان، اتحاد اروپا و سفارت ژاپن به تصویب رسیده. شروع از سال 2017 همچون یک تشبث با مقصد به هم آوردن بنقشه‌گیری و سرمایه‌گذاری در شهر خاروق روی دست گرفته شده. زینه‌های نخستین آن در سمت بهتر نمودن خدمت رسانی کمونالی، کارکرد پرتوهای سخت معیشی، تجدید و از نوسازی خط آب و تشناب، بنیاد میدانچه‌های ورزشی، تعمیر و بازسازی مؤسسه دولتی مرکز جوانان در شهر خاروق، ساختمان بنای نو مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5 در شهر خاروق نامگوی انشاءاتی می باشند که در دایره برنامه مذکور در مرکز ولایت عملی گردیدند. رئیس شهر خاروق میرزان‌آباد علیشیر خدابردی جهت توسعه همکاری‌های مشترک و سودمند با سازمان‌های بین المللی اظهار منتداری نموده تذکر داد که مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خاروق کوشش و تلاش شبانه روزی را به خرج می‌دهد که شرایط بود و باش ساکنان مرکز ولایت را به طور روزافزون بهتر و خوبتر نماید. پیاده سازی برنامه استوارگردانی شهر خاروق را از تشبث‌های نجیب در سمت بهبودی بخشیدن به حیات ساکنان شهر مهم ارزیابی کرد. هادی حسینی دیرکتور اجرایی اگنتی آقاخان عاید به مکان زیست منتداری خود را به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای بینش وسیعش عاید عملی سازی برنامه در منطقه کوهستانی تاجیکستان بیان نمود. در سمت اداره کنی خوف آفت‌های طبیعی تشکل دادن تمام جزئیات ترکیبی محیط زیست بی خطر که در آن جامعه‌ها، عائله‌ها و افراد جداگانه رشد و رونق کرده می‌توانند با اهمیت ارزیابی نمود. اینچنین معاون یکم رئیس کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و معاون رئیس کمیته رشد محلی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ریاض‌زاده نورعلی، معاون راهبر کاتبات دولت شویتزاریا عاید به مسائل‌های اقتصادی و دیگر شرکت کنندگان جلسه کمیته راهبری کننده برنامه استوارگردانی شهر خاروق شرکت ورزیده در جزءهای برنامه مذکور را در سمت رفع نمودن آفت‌های طبیعی، دسترسی به اطلاعات تازه و دیگر خدمت رسانه‌های اجتماعی سخن نمودند. لازم به یادآوری است بعد محاکمه و بررسی جلسه کمیته راهبری کننده نصف روزی